ششم، روی هدفهای اصلی فکرتان را جمع کنید. وقت همین نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند، توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیز چند برابر می شود. نورمن وینسنت پیل. چرا به من معاش می دهند؟ این یکی از مهمترین پرسش هایی است که باید در تمام مدتی که به کار مشغول هستید دائم از خودتان بپرسید. واقعیت این است که بیشتری مردم کاملا مطمئن نیستند که چرا به آنها ماهانه می دهند، اما اگر برای شما کاملا روشن نباشد که چرا به شما معاش می دهند و برای دستیابی به چه نتیجه های شما را به کار جلب کرده اند، به سختی خواهید توانست کار خود را به بهترین نحو انجام دهید، حقوق خود را بالا ببرید و زودتر نفوذ پیدا کنید. ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که شما را برای رسیدن به هدفهای مخصوص به کار گرفتند. دستمزد یا حقوق عبارت است از مبلغی که برای اندازه و کیفیت معین از کار پرداخت می شود که در ترکیب با کارهای دیگران محصول یا خدمت را به وجود می آورد که مشتری ها حاضرند به خاطر آن پول بدهند. در هر کار هدفهای اصلی مورد نظر را گاه می توان در بیش از 5 تا 7 زمینه دسته‌بندی کرد. این هدفها همانهایی هستند که شما باید برای انجام مسئولیت‌های خود و داشتن حدی اکثری شریکی با سازمان خود به آنها دست پیدا کنید. هدفهای اصلی مورد نظر شبیه به کارکردهای حیاتی بدن هستند، مانند کارکردهایی که به وسیله میزان فشار خون، سرعت ضربان قلب، آهنگ نفسکشی و میزان فعالیت موجهای مغزی نشان داده می شود. نبودن هر یک از این فعالیت‌های حیاتی سبب مرگ ارگانیسم خواهد شد. به همین طریق سبب موفقیت ما در دستیابی به هر یک از هدفهای اصلی مورد نظر ما نیز انجام یافته به این خواهد شد که شغلتان را از دست بدهید. به عنوان مثال، هدفهای اصلی در مدیریت عبارتند از برنامه‌ریزی، سازماندهی، گرفتن کارگر، سپردن اختیار، نظارت، ارزیابی و گزارشگری. اینها زمینه‌هایی هستند که یک مدیر باید در آنها به نتیجه‌های دست یابد تا بتواند در کار خود به موفقیت برسد. باید برای کاری که انجام می‌دهید دانش و مهارت‌های اساسی را داشته باشید. این ضروریات مرتباً در حال تغییر هستند. در مرحله نخست باید توانایی‌ها و مهارت‌های اساسی که این امکان را فراهم می‌کنند تا کارتان را انجام بدهید به دست آورید. اما هدفهای اصلی مورد نظر همواره در کار شما نقش بنیادی را ایفا می‌کند و تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در کارتان هستند. اگر می‌خواهید در کارتان موفق باشید، باید در حوزه هدفهای اصلی کار توانا باشید، حوزه‌ای که مسئولیت کامل آن با شماست. اگر شما در این حوزه فعال نباشید، هیچ کسی دیگری در آن فعالیت نخواهد کرد. حوزه هدفهای اصلی حوزه فعالیت‌هایی است که شما آن را تحت کنترل دارید. حوزه‌ای که از یک طرف بروندادی کار شماست و از طرف دیگر دروندادی کار دیگران است و عامل همکاری بین شما و دیگران می شود. نقطه شروع داشتن عملکردی بالا برای شما این است که ابتدا هدفهای اصلی کارتان را مشخص کنید. با رئیستان در این مورد صحبت کنید و فهرستی از بروندادهای حوزه کاراییتان تهیه کنید و مطمئن شوید انسان‌هایی که از نظری شغلی بالاتر از شما، هم تیراز شما و نیز پایین تر از شما هستند با این فهرست موافقند. با عنوان مثال، برای یک فروشنده پیدا کردن مشتری نو از هدفهای اصلی محسوب می شود. موفقیت در این کار بخشی اساسی تمام فرایند فروش است. تمام کردن یک فروش هم از هدفهای اصلی این شغل محسوب می شود. به انجام رسیدن یک فروش موجب می شود تا زحمات بسیار انسان‌های دیگر
که در تولید و ارائه محصول یا خدمات‌های عرضه شده سهم داشتند به نتیجه برسد. برای صاحب یک شرکت یا مدیری آن موفق شدن در گرفتن وام بانکی از هدفهای اصلی محسوب می شود. به کار گرفتن انسان‌های شایسته و واگذار کردن درستی کارها به آنان نیز از هدفهای اصلی این کار است. برای یک منشی یا مسئولی پذیریش تایپ کردن یک نامه و یا پاسخ دادن به تلفن‌ها و وصل کردن زود و درستی آنها به شخص مورد نظر از هدفهای اصلی این شغل به شمار می آید. توانایی انسان‌ها در انجام زود و بسیار خوب این وظیفه‌های اصلی تعیین کننده میزان معاش و امکان پیشرفت آنها در کارشان است. پس از آن که هدفهای اصلی کارتان را مشخص کردید، قدم بعدی رقم گذاشتن از 1 تا 10 به طرز فعالیت‌های خود در رسیدن به هر کدام از این هدف‌ها است. در کدام زمینه قوی‌تر و در کدام زمینه ضعیف‌تر هستید؟ در مورد کدام یک از هدف‌ها نتیجه‌های عالی به دست آورده اید و در مورد کدام یک عملکرد ضعیف داشته اید؟ در این مورد قانون وجود دارد. هدفی که در آن ضعیفترین عملکرد را داشته اید همان جاست که شما باید توانایی‌ها و مهارت‌های دیگری خود را به کار بگیرید. منظور این است که حتی اگر برای مثال در رسیدن به 6 هدف از 7 هدف اصلی کارتان بتوانید عملکردی عالی داشته باشید، ثمری توانی و یا نداشتن مهارتی کافی جهت دستیابی به 7مین هدف شما را از موفقیت باز می دارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از توانایی ها و مهارت ها در دایره زمینه ها و هدف های اصلیتان محدود می کند. ضعف شما در یک زمینه می تواند مانع ضروری و اثر بخشی شما، عامل اصلی برخوردها، اختلاف نظرها و در نهایت شکست شما در کار بشود. برای مثال یکی از هدفهای اصلی یک مدیر سپردن اختیار است. توانایی انجام این کار برای یک مدیر بسیار مهم است، زیرا این کار او را قادر می کند تا مدیریت کند و بتواند از طریق به کار گرفتن توانایی های دیگران به هدفهای سازمان برسد. مدیری که نتواند به خوبی کارها را به دیگران بسپارد قادر نخواهد بود از دیگر مهارت‌ها و توانایی‌های خود حد اکثر استفاده را بکند. ثمره توانایی در تغییر کردن درستی کارها به انسان‌های صلاحیت دار به تنهایی می‌تواند باعث شکست یک مدیر به کارش باشد. یکی از علتهای اصلی تنبلی و تأخیر در انجام این کار این است که مردم از انجام کارها و فعالیت‌هایی که در گذشته در آن حوزه‌ها عملکرد ضعیف داشتند خودداری می‌کنند. اکثر مردم به جای تعیین هدف و برنامه‌ریزی برای بهبود و پیشرفت در زمینه‌هایی که در آن ضعف دارند، آن زمینه را به طور کلی کنار می‌گذارند. این کار فقط وضع را بدتر می‌کند. برعکس، هرچی توانایی شما در زمینه‌هایی که در آن ضعف دارد بیشتر شود، انگیزه شما برای انجام آن کار بیشتر می‌شود. کمتر تنبلی به سراغ شما می‌آید و بیشتر تصمیم یافته می‌شوید تا آن کار را تمام کنید و یا در آن زمینه و مهارت بالاتر دست پیدا کنید. حقیقت این است که هر کس نکته‌های قوی و ضعیف دارد. از توجه کردن و دفاع از نکته‌های ضعیفتان دست کشید. به جای این کار آنها را دقیقاً مشخص کنید. هدفی خود را تعیین کنید و برای آن که در هر یک از زمینه‌هایی که در آن ضعیف هستید بهترین باشید. برنامه‌ریزی کنید، فکر کنید. شاید برای آن که در کارتان بهترین باشید فقط به یک مهارت دیگری نیاز داشته باشید. یکی از مهمترین پرسش‌هایی که همیشه باید از خودتان بپرسید و به آن جواب بدید این است: چه مهارتی است که اگر من در آن عالی باشم بیشترین تأثیر مثبت را روی کار یا شغل من میگذارد؟ از این به بعد برای پیشرفت در کارتان از این پرسش استفاده کنید و پاسخش را از خودتان بخواهید. احتمالاً جوابش را از قبل میدانید. از رئیستان، همکاران، دوستان و اعضای خانواده‌تان نیز این سوال را بپرسید. پاسخ پرسش را پیدا کنید و سپس برای پیدا کردن مهارت و عملکرد عالی
در آن زمینه دست به کار شود. چیزی که مایه خوشحالی است این است که تمام مهارت‌های کار قابل یادگیری است. وقتی فرد دیگر در یکی از مهارت‌های اصلی عملکردی عالی دارد، معنیش این است که شما هم اگر بخواهید میتوانید در آن زمینه عالی باشید. یکی از زودترین و بهترین راه‌ها برای از بین بردن تنبلی و انجام زودتری کار این است که در حوزه‌های اصلی کارتان عملکرد عالی داشته باشید. این مهمترین کار است که میتوانید در زندگی حرفه‌ای خود انجام دهید. قورباغه را قورت بده. هدفهای اصلی کارتان را مشخص کنید. هدفهایی که رسیدن به آنها نشان دهنده آن است که کارتان را به بهترین نحو انجام می دهید. مشخص کرده و آنها را روی کاغذ بیاورید. سپس به هر کدام از آنها با توجه به روش عملکرد خود در آن زمینه از 1 تا 10 بها بدهید و آنگاه توانایی یا مهارتی را که اگر به خوبی از پس آن بر بیاید بیشترین تأثیر را روی کارتان تعیین کنید. فهرستی هدفهای اصلی را به رئیس خود نشان بدهید و نظری او را بخواهید. از اظهار نظرهای صادقانه استقبال کنید. شما فقط در صورت در کارتان عمل کردی بهتری خواهید داشت که بتوانید از نظرات سازنده دیگران استفاده کنید. در مورد فهرستی که تهیه کردید با کارکنان، همکاران و همسری خود مشورت کنید. عادت کنید که از این به بعد مرتباً هدفهای اصلی کارتان را تجزیه و تحلیل کنید. هرگز از بهبودی کار دست بر ندارید. همین تصمیم به تنهایی میتواند زندگیتان را تبدیل به پیشرفت کند.